دیوونه بود دیوونه تبر شد طبیبوم دوام داد و بتبر شد طبیبوم دوای عوضی داد طبیبش دکتر درست نبوده آی دل دیوونه آبم از سینه دبر شد اینم رانندگی بلد نیست که باید مثل تو یه مدتی بشونمش اینجا ورده است یادش بودم که چجوری دنده چاق میکنن همینجوری با یه تلنگر جا میندازن داره دنده مرده میره ناکس اینجوری به ضربه میذارم تا روشنشی آیه دکتر جلو مردم خوبیت نداره مگه من چیکار کردم اون داره دنده مرده میره الان که شماش دود بزنه و به پت پت بیفته اون وقت به من میگی پس چی؟ افه کشکیه میای واسه خودت ناکس خودت بدتر از اون دنده عوض میکنی دنده عوض کردن تو من خبر دارم که چجوریه هنوزم صدای قیش قیش دنده عوض کردن تو گوش هم داره میپیچه آب هویج میگرفتی با اون گیربوکس بدبخت کلا خوشم نمیاد تو ماشینی باشم که رانندگیش دست آدم ناشی احمق باشه با حسن نیت فرض میکنم حرفتون ربطی به مقام عظما نداشت آی دکتر منم از بچگی دوست داشتم خودم وارد کارا بشم ولی جلومو میگرفتن تا 6 سالگی فکر میکردم اسمم دست نزنه تازه یه داداش کوچیک‌تر داشتم اسمش بتمرگ بود آی دکتر شک ندارم که شما هم از کوچیکی اسمتون آی دکتر بزن بهادر نبوده چی بهتون میگفتن قربون گفتی اسمت چی بود دست نزن بود فکر کنم فوزوری نکنم بود ناکس خیلی خودمونی شده این وسط با ما وارد جزئیات زندگی این سنگر تاکتیکی و لشگر استراتژیکی میخوای بشی ناکس آی دکتر ناراحت نشین خودتون میدونین که من در حد اوضاع اقتصادی خرابتونم ولی خواستم به مناسبت ایام نوروز یک گپ خودمونی داشته باشیم تا تلطیف فضایی بشه و بیننده های برنامه بشناسن که این دکتر کیه که در مصاف با پولاد سرد 150 کیلو دو ضرب بدون دوپینگ میزنه آقای دکتر هر کی میخواد بیاد آزمایش بکنه بله از طرف دیگه روی کورنری که خودش زده هد میزنه و تو با میچسبونه به طول دروازه حریف انگار 20 سال همدیگه رو میشناختن از یه طرف هم 18 چرخ و تو پیش بابیچه هراز اونم با بار میلگر سربالایی تاریکی دنده عقب میبره بالا و دستی رو میکشه سویچ تحویل میده و از طرف دیگه در صحنه دیپلماسی سعی میکنه مشکلات نظام رو حل کنه بالاخره بچگی چی بهتون میگفتن هیچی نمیگفتن نه که مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عزم کردم بله میفهمودن که به یارو عکس کرگدن نشون دادن گفتن شما به این چی میگین طرف هم ترسید گفت با غلط میکنیم به این چیزی بگیم روشن شد یا همچین بزنم که عین کرگدن کسی جرأت نکنه چیزی بفکه البته به دل نگیر برای تلطیف فضا بود به عنوان عیدی از من قبول کن قابل شما رو نداشت آی دکتر خواستم جس بیام بگم تو نظام مشکل جدی نداریم نشستیم داریم با هم گپ میزنیم مگه گناه کردم که خواستم وضعیت نظام رو خوب جلوه بدم چه کار دارم که تو چه کار می‌خواستی بکنی فعلا که اومدی ابروی مقام عظما رو برداری زدی جفت چشاشو کور کردی بحثو کشوندی به ماشینی که پت پت میکنه و راننده ناشی که بلد نیست دنده عوض بکنه و از این حرفا اون بقا رو داشته باش نمالی ناکس عجب وضعیتی گیر کردی مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که یارو را پیش کشیش اعتراف بکنه گفتش که من هر دفعه که جلو آینه رد میشم قربون صدقه خودم میرم میگم عجب تیپ قشنگی دارم گناه میکنم کشیشه گفت نه گناه نمیکنی اشتباه میکنی آیا دکتر نه هم گناه کردم هم اشتباه کردم نگه دار من پیاده میشم آقای راننده نگه دار پیاده بودی چه افهی هم بیاد نگه دار من پیاده میشم خودت که اولش گفتی که دیوونه بودم زنجیری بودم از تیمارستان اگه دیوونم بودم تو دیوونم کردی آقای دکتر بزن بهادر منو بدبخت کردی به روز سیاه نشوندی تو آخه مقام عظما رو به این بدبختی کشوندی منم دیوونه کردی که نمیذاری هیچ کاری انجام بدم قربونت برم